سلام بچه‌ها، امروز پا شدم خیلی گشنم بود. یه ناهار کره‌ای سفارش دادم که با سس فندق بود. بعدش تصمیم گرفتم برم خرید که 3-4 دقیقه حدوداً باید وای میستادم تا ترای مورد نظر بیاد. رفتم به فروشگاه مورد علاقه‌ام کافلند که یه چیزی تو مایه‌های هایپرمارکت خودمونه توی ایران و همه چی رو داره برای خریدای هفتگی و ماهانه فوق‌العاده است توی آلمان. و اولین جایی که سر میزنم غرفه نونه که من نون مورد علاقه‌ام تورتیلاه. همیشه هفته‌ای 2-3 تا میگیرم که داشته باشم، نخوام مجبور بشم برم خرید. و بعد از اون به نودل و سوپای کره‌ای و ژاپنی سر زدم که جای مورد علاقه دوممه و چند تایی خریدم. یه ذره طول کشید چون تنوعش بالا بود و پیدا کردن سخت. بعدش سر زدم به غرفه مواد فریز شده و مواد غذایی آماده و نیمه آماده که خیلی تنوعش بالا بود. در آخر هم برگشتم خونه. ممنون میشم لایک کنید.